بچه‌ها حالا میخوایم بریم ضرب عدد در کسر. ضرب عدد در کسر ما میگیم 3 تا 2/4 داریم. توی کشیدن شکل ضرب عدد در کسر و ضرب کسر در عدد فرق میکنه. توی ضرب عدد در کسر ما میگیم 3 تا 2/4. یعنی ما یه شکلی میکشیم که 2/4 3 بار اومده باشه. توی جواب فرقی نمیکنه. چرا فرق نمیکنه؟ مگر تو قانون ضرب ها نبود صورت در صورت مخرج در مخرج؟ اگر اینو اشتباه میکنید و مشکل دارید توی صورت در صورت و مخرج در مخرج نمیدونید مخرج چیکار کنید، یه دونه مخرج 1 بهش بدید. 3 2 تا 6 تا 4 1 4 تا. بچه‌ها کسر بزرگتر از واحده. کسر بزرگتر از واحد رو باید چیکار کنیم؟ تبدیل به عدد مخلوط. 6 تقسیم بر 4. 1/4 تا 4 میشه 1 و 2/4. بچه‌ها 2 و 4 راحت قابل ساده شدنه. دوتاشون به چی؟ 2 1 2 تا 2 تا 4 تا. پس اگر 1 و 2/4 رو نوشتی یا 1 و 1/2 رو نوشتی، جواب شما در هر صورت درسته. خب میریم حالا ضرب کسر در عدد. فرق این دوتا با هم تو چیه؟ اینجا 2/4 از 3 تاست. یعنی شما باید 3 شکل کامل بکشید، 3 واحد کامل بکشید. 3 واحد کامل کشیدی، هر کدوم به 4 قسمت تقسیم شده و 2 واحدش رنگ شده. مجموعاً چند قسمت رنگ شده؟ 6 قسمت. از چند تا؟ هر کدومشون مخرجشون 4 میشه. باز این هم مثل قبلی بزرگتر از واحده، پس میشه 1 و 2/4 یا 1 و 1/2. اینجا گفتیم تا ولی اینجا گفتیم از. چرا اینجا 3 تا شکل نکشیدیم؟ مگه توی ضرب ها عامل دوم اول نباید کشیده بشه؟ بله.